یه خونه است ولی تو 2 تا کشور. یه خیابون وسط باند فرودگاه. یه زمین که هیچ کشوری نمیخوادش. یه جزیره که نصف سال مال یک کشوره، نصف دیگه مال کشور دیگه. حاضرید بزن بریم به تور مرزهای عجیب دنیا. اولین توقفمون دربیلاین ورمونته، شهری که بدون پاسپورت میتونی قدم بزنی تو 2 تا کشور. یه خونه است که نصفش تو آمریکاست، نصفش تو کانادا. آشپزخونه‌اش تو آمریکاست، اتاق خوابش تو کانادا. جالبتر این که یک کتابخونه هم دارن، نصفش تو یک کشوره، نصف دیگه‌ش هم تو یک کشور دیگه. بیر تاول، یه تیکه زمین خاکی که هیچ کس نمیخوادش، نه مصر نه سودان. جالبتر این که یه نفر حتی اومده اعلام کرده اینجا کشور جدیده و خودش هم پادشاهه. چه خبر تو دنیا؟ بریم اروپا، شهر بارله. اینجا مرز بلژیک و هلند، از وسط خونه ها و مغازه ها رد شده، یعنی یه پا تو بلژیک یه پا تو هلند. جالبه بدونی آدرس هر ساختمون بر اساس جاییه که در ورودیشه. مثلا دم در تو هلند باشی ولی بری داخل بیفتی تو بلژیک. و اما جبل الطارق یه فرودگاهه که باندش از وسط خیابون رد شده. ماشینا پشت چراغ قرمز وای میسن تا یه هواپیما رد بشه. فکرشو بکن داری میری سر کارت، یهو یه بوینگ جلوت رد بشه. عجب صحنه‌ای بشه. جزیره فیسانتس، یه جزیره کوچولو که هر 6 ماه مال یک کشوره. 6 ماه مال اسپانیاست، بعدش میشه مال فرانسه. یعنی نصف سال اسپانیایی، نصف سال فرانسوی. مرز بین هند و بنگلادش یه پازل در همه. زمینایی هستن که وسط هندن ولی مال بنگلادشن، یا برعکس. یه جاهایی هست که یک کشور تو دل یک کشور دیگه خونه ساخته. واقعا باید با ذره-بین نگاش کنی. خب دوستان عزیز، کدوم یکی از این مرزها براتون عجیب تر بود؟ تو کامنت ها برام بنویسین، خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. اگه با این ویدیو هم حال کردین لایک و سابسکرایب رو بزنید. فعلا تا راز بعدی و ویدیو بعدی.